آخر تو رو دستگیر کردم. این سفر خلاصی نداری. این خیلی نباید شود. دستو نداری. انا همین طور کلتکین است. بازی به آخر رسید کلتکین است. اکنون به آخر راه آمده. در آخر خواستم شد. از این بدتر شد. ما رو به حال گرفتار کرده بین. بیمار نیستم گفته از داملا زیاد جدا نمیشوی زورا ها؟ گوش کن اگر جدا شوی حالا باز این طفل را به پدر تورد میکنی. مرا زنده به زنده گور میکنی زورا. خدایا من حالا چی کار میکنم؟ من حالا چی کار میکنم؟ به من نگر. باز یکم کاری خطا نکنی. مرا فهمیدی؟ تو را پاره پاره میکنم. بیشرف باشم که پاره پارهت میکنم. فهمیدی؟ اکنون پیش درو میرویم. پیش درو کنی پیش درو رفته. بیشرف کلتکین است. تو هستم کلتکین است. این امیله تو. اگر سوختار شده باشد در داخل شخصان احتیاجمند هستم. وای این رو بینه. خودش را فکر نکرده دیگران را فکر دارد. مگر من تو را نمیشناسم؟ مگر تو را نمیشناسم؟ برای به حبس نظر آمدن آدمی در نزد سوخته ایستاده را طرد میکنی تو. مرا خوب میشناسی و نه؟ تو هم مرا خوب میشناسی کلتکین است. من مگر میگذارم که تو در اینجا بسوزی؟ من تو را حبس میکنم. آن وقت هر روز میسوزی. من باشم هر روز به زیارت تو میآیم. در کجایی او را دارد؟ کلتکین است. تمامی درها را محکم کنید. کلتکین است رو نگذارید که بیرون رود. او این لوین چرا زنگ نمیزند؟ آدمی که در یک روز 10 بار زنگ میزد اکنون نیست. البته آخر چرا زنگ زند؟ اکنون او دویه خود رو دارد. باز تلفنش خاموش است. نه آخر این آدم در کجاست؟ به سرش یکم بلا آمده باشد. نمیفهمم.
چیست؟ رفتیم از پشت بر اومده است بر اومده رفتنم لازم چی؟ زود باش آخر میخواهی که تو رو دستگیر کنن این رفتیم من اینقدر کارا برای کی کردم برای اون کردم که تو رو دستگیر کنن یعنی چی خیل همه این رو تو تشکیل کردی؟ حالا وقتش نیست زود باش دستگیر میشوی رفتیم گریختیم نمیخوایی چیکار کردی؟ از کارت کلاسیکم خبر هست؟ گویافتی؟ کارت کلاس در یگان جانه سردارم چی خیل نیست؟ کارت کلاسی احمق تو مرا عذاب داده ایستاده ای اما من تو را دستگیر میکنم تو در همینجا هستی بدونم تمام زود گریزیم از اون طرف میرویم از شما یک چی پرسم؟ میپرس زود بپرس همه اون دو روشنی ها رو شما کردید؟ نه من نکردم یازای اون علم کرد گریختنت رو میخواست از همین سبب کرد تو چی ایستاده ای وقتت رو از دست نداده گریز آخر گریز اومده ایستاده است خوب است و اما چرا کرده؟ چرا؟ حالا ایستاده درباره این بحث کنیم میلش بحث کنیم مرا بسیارتر میفرد در این وقت یازای اون علم اومده تو رو دستگیر میکنن میلش گریز آخر کیست در آنجا؟ گریختیم کیست؟ نگوید! زود از در خفا از در خفا اطاعت سردارم الو شما کستید کسی باشید نباشید همین را دانسته مانید که در حیاتتون گنده خطای وزنی کرده ایستاده ای برادرها شما چه خیلی ایسان هسته که نخوام ملیتسه را بدزدین دست باشه ببنده مرا گوش کنید من یک سیاره بیچوره ام به یگان کس ضرر نرسوندم به خوبی چشمم را کشوید چشمانش رو کشایید عینکش رو هم بپوشان که دنیا رو خوب ببیند خوش آمدید آقای پلیس کنعانی دیوانه تخمین کرده بودم ها تخمین کرده بودی من با تو چی گفتم از خانم سلین دور شو گفتم گفتم یا نگفتم ها اکا گفتی با خدا که من شاهدم اما تو چیکار کردی گوش نکردی تمام کنعانی دیوانه از دستت چیزی میوید کردنگی اگر من میترسیدم در کشتی سوار نمیشدم آن کشتی نیست قطاره است قطاره بخشش که من رنگی تو برزگاو نیستم قطاره رو نمیدونم بروی این آب پاشد در آنجا اگر من رو من نمیکردید که ها من گریخته بودم خانم زهرا برای من خلاص کردنتان تعجب کردم این رو بینی اولو هم مرو خونو میگویدی تو کلتکی لسه هستی زود باش زود باش زود باشه او را دستگیر میکنم زود باشه بپاش تا با خدایان شد از خانم سلین دور میشوی کنی بگو راستی گپ فشار آبت رگی مویکه تمسی اوبایدی جنگلمو های تو فکر میکنی که لباسهای من رو تر میکنی من از خانم سلین دست میکشم در حقیقت تو کنان دیوانه هستی بشم آب پاشی را دوام ده بکار نشی بشم بگو چارچشما بگو که از اون دست بکشم یک چیز میگم تنم بسیار گرم بود آب پاشیده سرقی شدم راحت کردم اگر شما هم گرم شده باشید نزدی من بیا کنانی دیوانه سرقی میشوید او در اول خنوکه وقتی که میشپاند بعد عادت میکنیم بیا کنان بیا مرا گوش کن تو رو میکشم مرده را از اینجا میبرارم من میمورم از خانم سلین دست نمیکشم تو این را مگر نمیفهمی کنانی دیوانه مرا گوش کن تو رو کشته پوستت میکنم در حقیقت پوستم میکنی ای بین انا اکنون بسیار ترسیدم
بین لرزده ایستادم شامپون آورده سرم رو میشویی؟ این رو با قوه برق پیوست کن. اکا از شبکه پیوستش کنم یا که از خطی اینجا پیوستش کنم. با چخوری جهنم پیوست کن. با چخوری جهنم پیوست کن. از کجایی که میخوای پیوست کن. یک دقیقه بچه این خیلی نمیشه. من کارگری دولتی میموشم. ما رو از قوه برق دزدی پیوست نکنیم، از شبکه پیوست کنیم. یک طرف است. اون طرف است. بخلم راست نمیاد که از کنعان دیوانه قوه برق میگیرم. این رو میدونی ها؟ حالا تو قوه برق رو میبینی؟ در دست چلوقتم پیوستش کرد. یکی ساز میشه کنیت بسنجه. مرحمت من چی اوه سلن سلام سعید جان خوب هستی؟ خوبم، تو چی خیلی؟ تشکری زیاد من هم خوبم لوین در خونه نیست؟ حالا نآمده است. من زنگش زدم تلفنش هم خاموش است. بسیار خواطر شدم. تو چرا خواطر میشوی؟ بگذار من خواطر شوم. تو چرا خواطر میشوی؟ خدای توبه. هی سلن تو مگر با ما کمرش نکنی؟ چه علاقه دارد جانم؟ یعنی این رو از کجا برآوردی؟ از کجا دانم بابان همین خیلی نمودار شد. سعید جان هم برای امکش بسیار خواطر شد. تو نوایت خوب کردن نمیخواهد. شما در رو گفتید فکر کرد که او آمده است. یا خدای توبه. این آدم در کجاست؟ انیق به سرش چی بلایی آمده است؟ برادرها این چیسته؟ شما هیچ کار رو نمیدونسته. یه بیفایده قوت برق رو استفاده کرده استوده. اقلا در دهانم یک لامپوچکا گذاره که اطراف روشن شود. من میدانم برق رو با کجای تو گذارم. در کجا؟ حاضر میبینی. قوهش رو بلند کن. انا همیشه بس چهار چشمه قوه برق تأثیرت کرد ها؟ در مقابل عشق لوین تو سلن یگان قوه ایستاده نمیتواند خرانی دیوانه. این را دانسته باشید که قوه عشق من و سلن تمام شهر و 1 سال و 2.5 ماه با قوه برق تامین کرده میتوانند. قوهش رو بلندتر کن. چی شد؟ باز از خوش رفتی؟ این را قوه برق زده است. خاموشش کن. از اوده این یگان کار نمیبراید. خدا شما رو زنده. آخر دیدی کنانی دیوانه؟ گر نرسد زوری ما زوری خدا میرسد. با تشم میکشیم خیلی؟ خانم زهره کمتر تیزتر دوید. من با داستانی بسته از شما دیده تیزتر دویده ایستادم. زودتر باشه این مشکلی تو است. با این پای افزار همین قدر میدم. این مشکلی هر دویم. ما دو کس گرفته ایستاده. هم گناهگار است و هم گپ میزند. رفتیم باستی سرار گردید. رفتیم. انبین برای استراحت کناندنی تو از پری پرنده برای شکنجه اسباب ها داریم. چه خیل است؟ پسندت آمد؟ ها؟ راحت دهیجه به دست دارم. از خانم سلن دست بکشی
او مرا میخواهد. خانم سلند مرا میخواد کنانی دیوانه. چی؟ اگر شما ما را نابودم سازید سلند به شوهر میگردد و با شما آدمی پس خانه دار نمیشود کنانی دیوانه. نه! آوازات نگیرن. ای ابله او از من میشود. تو در بین نباشم. او از من است. تو سری او را گران کرده ایستاده ای. پس کنانی دیوانه آن پر را پرتافته سیلا را برآورده در بین پیشانی من پران. چون که تا دمی که من زنده هستم از خانم سلند دست نمیکشم. چون که من او را دوست میدارم. این خیل نگو! من او را دوست میدارم. نگو گفتم نگو! به نام خدا دوستش میدارم. این را خودت خواستی. این را خودت خواستی. برانه دانگی شوری بیاره با او خورانه تشنه شود تا موند با او آب ندهد. رفته همه جا را خوب نظر کنید. آن بیشرف در همین نزدیکی هاست. به این طرف رفت. تیزه. نه بالا زن. تمام شدم. چیکار میکنی؟ خانم زهرا چرا این فکر کرده؟ چرا خود را برای من به خطر گذاشته؟ چرا؟ برای من گفتن نیستو. من چی کاری که کرده باشم برای خودم برای بابایم کردم. فهمیدی؟ یعنی برای ازدواجی ساختن؟ باز چی میشد کی؟ من فکر کردم که یعنی مرا گوش کن. با دروغ بابایم را هم همراه کردم. با دوام دروغ گفته ایستادم و با دروغایم غرق میشوم. این همه بس نبود که باز تو کلتکی لست برآمدی. خانم من برای شما رو با این حال گرفتار کردن هم بسیار عذر میپرسم. از من عذر نپرس. فهمیدی؟ نپرس. از این حال چه خیل خلاص مییابم این رو با من بفهمون. حالا باشد تو رو از دستی هم دزدیدم. پلیس آمده ایستادن. چیکار میکنم؟ پلیس ها بسیار نزدیکه. خاطر نشود خانم زهرا. من نمیگذارم که اونا شما رو دستگیر کنند. اما اول از این دستبندها خلاص شدنمون لازم. چه خیل میکنیم این رو؟ دربارتون چی هست؟ یگون چیزی آهنی داری؟ نه. کنه بینی یگون موی بندک در جز دونتون هست؟ کنه بینم. کمتر زود باشه تیتیم هست. یه که یگون چیز مییابم. انا این میشود. انا این سوزنک. میشود. کمک کنم. خدا میکشایم. نمیشود آخر نمیشود. آن رو گذار گریزیم. آشد والی جناب زود آفرین شد. اکنون چی کار میکنیم؟ رفتیم گریختیم. زودتر این طرف بیا. این طرف تازه هست. بایلش بیا از پاس من بیا. اینجا تازه تر هست. بایلش بیا احتیاط کن. سنگ هست اینجا. اینجا بیا. چشم نرسد. تو همه دیوارها رو برآمده میتوانی سهی بیهوده تو رو کلتکیلس نمیگویم. من چی کار کنم؟ در همینجا نگاه کرده ایستم. دستت رو ده. احتیاط کن. داشتم. کلتکیلس دستونت رو بردار. آرام شوید. اطرافش رو احاطه کنید. بیشرف را دستگیر کنید. سردارم همراه کلتکیلس یک زن بود. مرا دیدن. شنیدی؟ اکنون مرا دستگیر میکنن. خانم زهرا لطفاً آرام باشه. آنها یک جا گریختند. خیلی زن رویش را ندیدم سردارم. پشتش را گردونده بود. نباشد. آن بیشرف را از آن مکان ویدن گریزاند. آن رفشنی و آن بانک ضد آتش را آن زن تشکیل کرد. آن زن را دستگیر کنید. آن کلتکیلس را هم دستگیر کنید. امشب آنها از اینجا هیچ کجا نمیروند. همه‌شان را دستگیر کنید. هیچ کس به خانه نمیرود. شما چیکار میکنید؟ اینجا بیایید. رفتید. من محو شدم. اکنون مرا دستگیر میکنن. چیکار میکنن؟ خاطر نشوید. من نمیگذارم که از نهتان شما را دستگیر کنید. تو اول خودت رو نجات ده. خانم زهرا برید از اینجا گریزیم. زود باشید. رفتیم. نه خودت شما دگیده بیا. نه
نخود شورک دبیا شورکی بام مزه های نخود دبیا مرحمت نخود شما دگی دبیا نمیک سیوا جان سیوالا مگر با خیر باشد نمیگویند تو چی کار کرده ایستاده؟ این ارو بچه رو از کجا گرفتی؟ کاری نوام عزیزم نخود شورک میفروشم معلوم که با وعدت وفا کرده ایستاده ای بله مانند آنه که هنگام اولادور شدنمون وعده میدم که تا تمام عمرم تو رو دوست میدارم خیر شنیدم باورم نموند این خیلی نمیشد بیا اپا جان مشتری اولین من در این شب تو میشوی کنی نخوش را که مرا بچش چخیل با مزه است نه نخود بیا نمیخواهم این خیل در نزد مغازه داد نزنید من میخورم باش شود سیوا جان از ما حرکت کردن از شما برکت ها سیوا جان این خیر نکن این خیل نمیشود از برای خدا گیر سیوا جان این خیل نمیشود و اینش از حسابی من نه اگر نگیری نمیخورم مایلش نخود بیا نخود شما دگی بیا بسیار بالازد دستانا درد رو نبیند نخوش رک بیا اپا باوری داره که نمیخوری نگفتم نخود بیا خانم زهرا کمتر تیزتر راه کردید بسیار خسته شدم تمام کمتر دیگر توقت کنید بیا خانم زهرا گوش کنید چی؟ این خیلی نمی شود ما باید جدا شویم شما با آن و من این طرف البته که جدا می شویم این ازدواج ساخته تا کجا دوام میکند که مگر من این رو گفتم شما مرا خطا فهمیدید کجایش رو خطا فهمیدی همه چیزی تو خطا است دامولای مسیحتم گفتی و تو باور کردم ازدواج ساخته برپا کردم اینش بس نبود که باز کلتکی لست بر اومدی آخر خانم زهرا شما هیچ گپ‌های مرا گوش نمیکنید خواهش میکنم اینها رو یک طرف گذارید من اینها رو نگفته ایستادم چی گفتم میخواهی؟ این طرف ما گریختن نمیتوانیم میگویم که راهمان را جدا کنیم پلیس ها باشند از قفوی من هستند همین که از اونها خلاص شدیم با یگان رو در ارتباط گذاشته یگان جا وام میخوریم من این رو گفتنیم منش البته روز میگویی پس نباشد جدا میشویم بسیار منطق است اما گوش کن اگر دستگیر شوی احتیاط کن خودت رو اگر کلتکی لست بودنت رو فهمد شرمنده میشوم اینقدر بد است یعنی چی گفتی؟ نه تمام هیچ چیز نگفتم نباشد خانم زهرا شما این طرف رفتید من به این طرف میروم رفتیم پلیس این طرف چی کار میکنی؟ کمتر انتظار شدیم به این طرف رفتیم سلن لابا سلن алло акай унал бояд шумо як гапро гӯям левент хайб задааст چی خیلی غیب زده است яъне намедонам борҳо занг задам даст норас аст ба хонаашонам рафтам дар он ҷо набуд ба сараш боз ягон балон наомада бошад خواطر نشو سلن با او هیچ چیز نمیشود و جسور است هیچ چیز نمیشود بگذار در کجا باشد همون جا مانند و چشمم ننماید من از خفای کلتکلز هستم اما وای دیوانه باشد غیب زده است охир акай унал گوش کن سلن حالا من از خفای یک جنایتکار میباشم نمیفهمی مگر حتی از خفای دو جنایتکار هستم من به تو باید زنگ میزنم مایلش عزیزم مайлаш акай унал дар куҷои левент дар куҷои اکا با خدا که از هوش رفت باشد هیچ چیز نمیشود بگذار کمی دم گیرد بعد باز دوام میدهیم با خدا که سرسخت بوده است البته که سرسخت است من میگویم که به این قوه برق بده تو به خودت قوه برق میدی کم عقل اکا نخواست شد خطا شد بس فهمیدم بیاید بیرون برایم در اینجا دلگیر شدم همه جا را خوب محکم کنید به اینجا هیچ کس ندارد رفتیم زمین از من خسته شدم با فکرم خلاص شدیم کمتر دم گیریم به فکرم خلاص شده با فکرم شکر خدا زمین خسته شدم پلیس بیرون شویم پیش حرکت میکنیم بچه ها همه نقطه منطقه رو جستجو کنید نظارت کنید نیست سرکن در هیچ کجا نیست گریز رفتن از همه طرف پلیس هست ما محو شدیم
حالا چی کار میکنیم؟ یکون راهش رو میابه. آرام شود خانم زهرا. یکون چورش رو میابه. البته میابی. تو کالتکی هستی. هیچ نباشد یکون ماشین رو میدزدی. شما مرا لطفاً در اینجا انتظار شوید معیش. هجری؟ اینی استاد چی خوب که روبرو شدیم. شب بخیر. شب بخیر هجری. تو در اینجا چیکار میکنی؟ استاد در این کوچه خشم زندگی میکند و زیارتی او آمدم. بخیر پسرم. خیر خیشتان رو دیدی؟ دیدم. خیر نباشه در کوچه ها نگرد. زود به خانه‌تون بیار. من به همین هم رفته ایستاده بودم. خیر احتیاط کن خودت رو. استاد در خانه خشمم به سرم یک سوال اومد. پرسم استاد جان. هجری حاضر نمیشه بعد من پرو بردادم دیگر وقت میپرسی حالا برو. استاد سوالی کوتاه است. بپرس هجری. استاد خوردن سنبقه جایز است؟ چی؟ سنبقه استاد. چی شد هجری؟ دلت گوشت سنبقه خواست؟ نه استاد پیشتر هم نخوردم. مزهش رو هم نمیدونم. خیر مزهش رو نمیدونستی پیشتر هم نخورده. چرا اومده از من سنبقه رو میپرسی؟ برای سوال بودنش پرسیدم استاد. برای سوال بودنش؟ بله استاد. استاد خوردن سنبقه جایز است؟ گرفت کنم. جواب بده استاد. استغفرالله. بنویس سنبقه رو تنها سنگی پوشتش رو بخوری البته که جایز است. سنگی پوشتش رو استاد؟ نه سنگی پوشتش رو در دیگ انداخته بزیان کرده میخوری. خدا از شما راضی باشد استاد. سلامت باشه. هیچ هم سلامت باشه. استاد جانی من رحمت. خدایا توبه شوخی کردم نوشت و زیارت خیشش آمده بوده است. خانم زهرا نگفتم که در آنجا انتظار شوید. مرا در آنجا راست گذاشتی. در اینجا چی کار میکنی تو؟ ماشین رو دزدیده ایستاده. من با تو شوخی کردم. چی خیل دزدیدن؟ نصیحه میگیریم بعد باز برمیگردونیم. چی خیل نصیحه؟ صاحبش خبر داره؟ نباشد صاحبش رو انتظار شویم. در اینجا یزنه‌تان اومده ما رو دستگیر کرده برد. از برای خدا زود سوار شوید. من به این ماشین سوار نمیشم. این ماشین دزدی است. یا خانم زهرا سوار شوید. ای از پشت تو بچی خلقو گرفتار نشدم. ای ماشین رو چی خیلی اینقدر زود به کار در آوردی؟ یکون جای مشکلش نیست. اگر خواهید با شما میآموزونم. نه به خودتان نصیب کنه. شما این کار رو چی خیلی کردید؟ چی رو؟ اول در این ماشین رو گشودید و بعد اون رو به کار در آوردید. بله از شبکه دیسکاوری آموختم. چی؟ اکنون نگوید که شبکه دیسکاوری رو نشنیدم. شبکه مشهوری حجتی است. البته که رو میدونم. من علاقمندیش رو نفهمیدم. چی؟ در اونجا یک فیلم حجتی از دنیای جنایتکاران هر هفته اون رو تماشا میکنم. از همین سبب بسیار شوق دارم. یعنی فیلم حجتی تماشا کردین ها؟ خانم زهرا من بسیار فیلم های حجتی رو تماشا میکنم. از فیلم های حجتی بسیار نمگانی ها رو آموختم. چی خیلی من نادان بودم که به روی خودتو باور کردم. با خداتون من قدر ناحقی نکنه. کسی نمی بود باور میکنه. ایست این مگر نمیکی تعلق نیست؟ با خدا که اوست. در آنجا چی کار میکند؟ از کجا دانم؟ کنی فرا یک بینیمش. نخود شما نگیده بیا بچه. نخود شون نگیده بیا بچه. آخرش من پشیمان نشای. نخود بیا. نخود شون نگیده بیا بچه. آخرش من نخود شما نگیده بیا.
خوب هستی ننیک؟ سلام علیکم. بیا نکه کانو بیا یا پرس نخود گیرم اکه کانو. تو در اینجا چی کار میکنی؟ اکا چی کار کنم آخر از خفو یک پرانون هستم کار میکنم. ای احمق، تو مرا برای نخود فروشی تر کردی ها؟ نه اکا سوال با من گفت که یک کاری بانموسانه کن. انا من باشم من کاری بانموسانه کرده ایستادم. تو چی گفته ایستاده ای کثافت؟ ما مگر بیناموس هستیم؟ استغفرالله اکا من نگفتم سوال این خیلی نگفت. این خیلی آخر من خب کن زن کلام. مرا اکا نگو تایلاق. اکا نخود نمیخری. ماشین در اینجا ایستاد خانم. من بعد آن را به جایش برده میگذارم. به این حادثه ها باورم نمیآید. برای شما را در حالت ناگوار گذاشتنم راستی بسیار عذر میخواهم، اما مجبور شدم. برای مرا به پلیس ندادنتان هم سپاسگزارم. اگر میدادید خواهرم را بار دیگر از دست میدادم. سلامت باشید. از این طرف میرویم. من خودم میروم. آی مگر این دامولا عزمی نیست؟ سلام علیکم دامولا عزمی. و علیکم بر سلام برادر. بخیر است. در این ساعت چیکار میکنی در اینجا؟ مسجد را تماشا دارم. انا اون دامولای ساخته زیا هست کو مرا با تمام جماعت دیوانه گفته اعلان کرده است. همه مرا دیوانه گمان میکنند. از همین سبب با جماعتم واخوری کرده نمیتوانم و مسجد در آمده نمیتوانم. و سرم چیزی آمده باشد همش از روی انا همه ساخته کار است. واه بسیار عیب و گناه است. آخر دلم به شما میسوزد دامولا، چون من شما را در این حال میبینم دلم میکفد دامولا عزمی. گوش کنید دامولا، من به شما یک چیز گفتن میخواهم. این دامولا زیاد است کو به کارهای من مانعه ایجاد میکند. حالا برادری ما هجری از کو من کاری خیر کردنی هستم، از او زمین گرفتنی هستم، حتی بار پسرم مانعه شده است. برای زمینش رو به من فروختن. گرچه برادرم شوکت سلامت باشد به این کار سر و کار گرفته ساده است، اما باز چقدر پول دیگر پرداخت میکنم این رو نمیدونم. آخر آن ساختکار از کار خیر چی رو میفهمد؟ چی میفهمد؟ او یک ظالمی ساختکار است. ای برادر ای مرا با گفت نهار او مرا با حالم بگذار. آخر گوش کنید داملا، چی میگویم؟ کارهای کرده این آدم را این خیل گذاشتن نمیخوام. چه خیل قوه هایمون را یک جایه کنیم. من؟ یک جایه؟ یک جایه؟ این چه حل میشود؟ میشود من حل میکنم. خوب لیکن تو چه حل میکنی با این آدم؟ تو نمیدانی از پشتی یک آدم از کنعان دیوانه او را پشتیبانی میکند. اگر او با وی باشد ما با او یکان کار کرده نمیتوانیم. شما این کار رو به من گذارید، من حل میکنم. من میدانم این آدم را از اینجا چه خیل روان کنیم. از این به بعد به هر حال و کار مبارزه میبریم. زهرا خوب هستی؟ خانم زهرا خوب هستی؟ زهرا خوب هستی؟ من تمام شدم، خسته شدم. به دکومه کردنم روی از نیوندنم میفهمم. با کلتکی نست ازدواجی ساخته کردم، با زیلوه برای کمک کردم برای گریختنش. با جنایتی تو شریک شدم، میفهمی ها؟ شریک جنایتی تو هستم. گوش کنید خانم زهرا، من همش رو حل میکنم، وعده میدیم.
خودت رو اینقدر غمگین نکن. مایلش دستت رو گیر. گوش کنید، من نمیگذارم که یزنه اون حالتون با شما دست رساند. خواهی نشوید. وعده میدیم. چی شد؟ من باید زود برایم. با کجا؟ ماشین رو با جوش گذاشتن رو فراموش کردم. حال من رو بینه. حالم رو بینه. چی شد؟ سردارم در هیچ کجا نیست. ایزش رو گم کردیم. گویا که به تکی زمین در آمدن. هم خودش هم اون زنگ ریختن. آدمانی گرد و اطراف را هم پرسیدیم. یک شاهد گفت که با یک زنگ ریخته است. حالا باشد با سنیرا شریک گناهش کرده است. هر دوشو یابید. هر دوشو یابید. رفتیم به مرکز دلخوشی میرویم. با ماشین آزار شوید. پس البته کامera نظر کردن لازم است. رفتیم. تو اصلا اگر امشب اون زن رو یابیم کاری کالت کلاس رو هم با آخر میرسونیم. این سفر دستگیرت میکنم. لعنتی اوی کالت کلاس زود باش میرویم. ماشین رو در جایش گذاشتی؟ گذاشتم. شما خوب نکنید. بسیار خرسان شدم. تو به فکر من ماشین بزده میتوانی، اما من از سبب این کارو نکردنم هیچ به این کار عادت نکردم. کمتر خانم زورو شما خوب کنید. مونده هستید. عذاب خواهتون خراب شده. نه این خیلی نمی شود. هستم از زیاد یک ماه مگر از این زیاد می شود. در این یک ماه با بابایم گپ زده
همش رو درست میکنم. او رو تیار میکنم. بعد از اون او رو با مقصد تشخیص به بیمارخانه میبرم. بعد از این همش رو میفهمونم. چون اگر به سکته دل گرفتار شود اونجا معالجهش میکنم. البته میخیر میکنم. همش رو گفته یعنی چقدرش رو؟ البته که کلتکیلس بودن شما رو نمیگویم. حتی من در اولی این نام رو شنیدنم به سکته دل گرفتار میشدم. خیر چی میگوید؟ ساخته بودن این ازدواج رو آخر برای قانع کردن او آیره‌دار شدنم رو میدونند. باقی تنها ساخته بودن این ازدواج رو گفتن میموند. این رو باشه در آنجا میفهمد. بعد؟ چی بعد؟ بعد ندارد. بعد تو از حیاتی من برآمده میروی. آقای اکرم یعنی به این بسیار غمگین شدنش ممکن. انا اون طرفش با من تعلق ندارد. اگر این خیل دوام دهین باز دیگران رو خسته کردنمون ممکن. مایلش اگر این خیل باشد بگذار همین خیل باشد. همین خیل میگویم. گفتمانم از شما یک خواهش دارم. مرحمت. در دوام این یک ماه جفتی خرسند بودنمون رو دوام دادنمون لازم است. بعد از این همه برای خودش. калтакелосро дастбанд карданд, аммо боз ӯ як роҳеро ёфта гурехтааст. اون الباشد دیوانه شده است. اما حق است پدرجان. اگر جنایتکاری دست بسته از پیش چشم من گریزد من هم دیوانه میشم. او من هم با این کلتکولوس بسیار تعجب کردم. عجبا چه خیل آدم باشدن؟ ая мард чӣ одам мешуд? одами оддии муқаррарӣ аст. охир аз оне ки тамоми гурӯҳи полисон сафарбар шуда ва дастгираш карда натавонистанд он қадар ҳам одами оддӣ набуда ки ҳамин хел не? айнан монанди филм. одамро бина ошкоро ба полис мегӯяд ки ӯро дастгир кунад. این حال اونل را بینه انا اونل از عصبانیت گریه کرد. عذابش را کشد. گویا که کلتکیلاس انتقام عذابهای به تو داده او را گرفته ایستاده است. бобоҷон ин хел нагӯед. ба худо ки ман ҳам ин дафъа ғамгин шудам. ӯ аз қаҳраш қариб ки гирья мекард. магар осон аст дар охирин дақиқа дастгир кардааст. аз дасташ мегурезад. бисёр ҳолати бад аст, аммо ин дафъа калтакелос як нишона гузоштааст. нишона? дар бараш як зан будааст. зан будааст? бале, охир гуфтам ку дар тарабхона калтакелосро дастгир карданд. ана дар вақти дастбанд кардани ӯ ба гурехтани ӯ як зан кӯмак кардааст. бисёр аҷиб. боз маҳбубам доштааст. یک دقیقه من نفهمیدم. سرم گرنگ شد. شریک گناهاش یک زن بود است. هیچ چیز رو نفهمیدم. намедонам. охир ки будани занро кофту коб доранд. اینجا شهری کلان است. از کجا میابند؟ از این دیده چیزی آسان نیست اما ککرم در آن طرف خانه عمیق کامیراها هستند. زن باشد با کامera افتیداری است. خوش شود زهرا جون. زهرا چی شد دخترم؟ خوب هستی؟ خوبم بابا جون خوبم. در گلویم چای جایی. чизе ки ба сари ту самим меояд магар ба сари калтакелос намеояд. яъне одам дар омада он сабтҳоро аз ҳуҷраи камерао тоза карда рафтааст. агар уналро медидед чӣ хел асабонӣ шуда буд. чӣ кор карданашро намедонист. خدایا هزار بار شکر میگویم به تو. با این چی شد؟ به نعمتهای دادش طفلی سیر میشود. گرسنه بود بابا جون. شکر راست. خدایا توبه. تو به دوزه کردن ثبت کامera ها رفته بودی ها؟ آخر تو به گذاشتن ماشین میروم گفته بودی. چرا به من نگفتی؟ در تحلق افتادنت رو نمیخواستم. تشکر زیاد. تازه کردن ثبت کامera چیست زهرا؟ من برای تو میمیرم. چی میگویی؟ نفهمیده استادم. خیر اون زن رو چی خیل میابند؟ дар назди калтакелос якчанд шоҳид буд. онҳо дар бораи зан маълумот дода расмашро тасвир мекарданд. тамом набошад он қадар вақтро намегирад. аз он расм дарҳол дастгир мекунанд. баъд аз он бошад калтакелосро дастгир мекунанд. ай иншоаллоҳ акнун ин калтакелосро дастгир кунанд. безор шудам. унал ҳам роҳат кунад, ман ҳам роҳат кунам. акнун халос шавем. ҳалеҷон худатро ғамгин накун. самир рост мегӯяд. охир дарҳол ӯро дастгир мекунанд ку. иншоаллоҳ ҳамакҷон. ман ҳам ҳамин хел умед дорам. иншоаллоҳ. زهرا به کجا
کجا زهرا؟ با فکرم معده‌اش داد. اما بد می نبود. معلوم حامله دار است. هورمون ها در جوش. میدانید آخه من یک بار آمده بینم. مایش اشتباه تشکر. 2 ساعت شد رسمشو انتظارم. چیکار کرده؟ حالا هم انیق نشد. تمام انتظارم. یا خدا توبه. این زن کی باشد؟ عجب و شریک کلتکیلز باشد؟ ای باز این زن از کجا برآمد؟ بیا акай унал سیلن چی شد؟ بخیر است؟ акай унал аз левент ҳоло ҳам ягон хабар нест девона мешавам яъне аниқ ба сараш ягон бало омадааст ягон кор кунед یک دقیقه ایست آروم شو. لیوین به خونه ناآمده است؟ ҳоло ҳам наомадааст комиссар ман занг задам ҷавоб намедиҳад телефонаш хомӯш аст زهرا با کجا میروی؟ با کجا میروی زهرا؟ کجا میشد؟ میگریزم آخر نگریزم و پلیس ها دستگیر کرده محکمم کننده؟ تمام کمتر آرام باش. بیا با یک اونجا رفته گپ زنیم. رفتیم زود باش. زودتر. مهلش شما کیست ده؟ ин кас дояи саиҷон دویی سعید جان؟ ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? саидҷон барои амакаш хавотир шуд ман ҳам хавотир шудам барои ҳамин омадам не охир ту чаро хавотир мешавӣ муноқишаро як тараф гузараду амакамро ҷустуҷӯ кунед майлаш тамом истед. левент ҳоло ғайб шуд аст яъне гум шудааст ҳамин ҳа бале акай унал комиссар мо хеле хавотирем лутфан ӯро ёбед худоё тавба ин чӣ муносибат аст яъне ту чаро барои левент ин қадар хавотир мешавӣ чунки ӯ бисёр одами хуб аст инро бина дар 2 рӯз ба левент ошиқ шудӣ ин чӣ алоқа дорад ман ӯро ҳамчун инсони хуб дӯст медорам биё мо не маълум ки ба левент сахт ошиқ шудаӣ ба фикри ман шумо ошиқи шайдои ӯ ҳастед маро гӯш кун ту чиҳо гуфта истодаӣ ин хел чиз нест левентро бина این حالا هم سلن گفته ایستاده است کو؟ آی چارچشمه تو را میکشم مرا گوش کن زبانت را کنده با سگانی کوچه میپرتایم اکا با فکر من این آدم با خانم سلین عاشق است در حقیقت عاشق است این رو بینه اینقدر شکنجهش دادیم این کردیم اون کردیم تسلیم نمیشود این را خوبش سردیم رود در بین عاشقان در آمدن خوب نیست عشق بسیار حسیات قدسی و خوب است اکا هم بهوده نگفتن ظالم اگر ظلم داشته باشد عاشقان خدا دارند عربا تو کثافت ای ابله تو چه ها گفته ایستاده ای؟ تو مگر طرفداری کی هستی؟ چی گفته ایستاده ای؟ های سلند رو من دوست میدارم در بین عاشقان این بیشرف در آمده ایستاده است در اینجا جبر دیدم منم دمت رو گیر میگویم بین حالا در بین عاشقان این قورباغه در آمده ایستاده است تو مگر با این قوه برق ندادی؟ با قوه برق پیوستش کن اما باز با خودت پیوست نکنی تو آدمی که از سلند دست میکشم گفتم دوام بیده من در آفیس یک کار دارم فهمیدم رفتم حال کرده میآیم این را نگاه کن خوب شد است رفتم
رسمی مرا تصویر میکردنده؟ لطفاً کمتر آرام شوید. میبخشید و چه خیلی آرام شوم؟ مثلا چقدر نفس کشیدن نبینید در کنار بحر هستیم. البته هوا برای شما خوب است، البته که رسم شما را تصویر نمیکنند. رسم مرا تصویر کردنشون روزی نیست، مرا از یاد میدونن. جانم مرا بسیار آرام کرده، تشکر زیاد. خواطر نشا، هیچ چیز نمیشه. ای رسمم رو تصویر میکنن، میگویم به تو رسمم رو تصویر میکنن. شاهدان همش رو به آنها فهمانده میدهند. موسرش این خیل بود، رویش این خیل بود. گوش کن زورو، شاهد تو رو در نیمی شب جمع کنیم، همگی 5-10 ثانیه دیده است. چی فهمانده میتواند؟ خیر بگذار فهمانده چرا تصویر میکند آخر؟ ای خواطر نشا، میگویم حال میکنیم. من میدونم که تو برای آرام کردن من کوشش کرده ایستاده، ولی که من خودم میدونم که اثر من چی ها گذشته ایستاده است. در هر یک کوچه رسم مرا میزند که جنایت. از برای خدا این خیل نکن. بند گفته یگان چیز نمیشه، فهمیدی؟ تو خواطر نشا، میگویم من حل میکنم، تصویر کردن این رسمت رو حل میکنم. چی خیلی میکنی؟ بیا با ماشین شینیم، زود باش. رفتیم. کنید بینیم کاراتون رو بینم. اگر این کار رو به خوبی حل کنی چی قدری که دادم باز همون قدر میدیم. کنید بگیر. سلامت باش. اما گفتمونم که ما نسبت داملاها حرمت و احترام داریم. تو ساخته گفتی، ما کار رو به عهده گرفتیم. اگر آدم داملای حقیقی باشد گناه و بالش بگردنی تو. آی پسر تو چی میگویی؟ ساخته گفته باشم ساخته است. شما خواطر نشوید، کنی از پسی کارتان شوید. من باشم بچه ها در اینجا چیکار میکنید؟ خانم دکتر بازیشو تقسیم میکند یا کی باز تو بازی میکنید؟ نه امروز روز امگذرانی است. برای امگذراندن آمدی. ها پس نباشد من هم این گذرونم. شما همه میگذرونید؟ بله من هم این میگذرونم. شیر بچه چرا تو گریه میکنی ها؟ میترسم. میترسی چرا؟ آخه درد میکند. مگر درد میکند؟ حساب سته نکن. مانند نیش زدنی پشه است، هیچ درد نمیکند. من نمیگذرونم. شیر بچه این خیلی نمیشود. شیرها نمیگیرن. شما در اینجا چیکار میکنید؟ من برای کمک کردن کودکان اومدم. همین خیلی هیچ چیز لازم نیست. بله اول که این کردن میخواهد؟ آخر یک کس پیش باید که دیگران جسارت پیدا کنند، همین خیلی؟ یکان کسی جسور نیست؟ چی باشه؟ بچه ها نترسید، اگه جای ترسش نیست. مانند نیش زدنی پشه است. دست خانم دکتر بسیار سبک است، هیچ درد نمیکند. اول شما امگذرانین ما بینیم؟ بله انا این فکری خوب است. در اصل اول به شما ام بکنین بچه ها باشن چیزی نترسیدنی بودن اون را بفهمم. حاضر ببینید. بله دستتون را کشوید، اما این سوزندار خورد است. لطفا سوزنداروی کلان رو دهید، از این هم کلانترش رو دهید. بله انا این میشود. آقای سمی خوب است؟ آقای سمی پلیس ها تمام و تحمل کن نفته به یکان اشاره و یکان جا دروی و یکان کوچه. آخر معلوم نکنید گفتم. زورو چکار کرده ایستاده؟ اگر رسمم تقسیم شده باشد مرا میشناسند، دستگیر میکنند و محبس میبرند. یگام کار بکن. تمام آرام باش
چه خیلی آرام شوم. بیا گذر تو بیرون از اینجا گریزی. ریختن نمیتوانم خانم. اونها ما رو احاطه کردن. تمام. فقط شما معلوم نکنید. آرام باشید. سلام. سلام خانم، شما چه خیر نوش رانده سوده؟ چه خیر؟ مگر می نوشیده اید؟ نه من حامله دار هستم. لبای؟ حامله دارم. انا ناگهان فشارم بلند شد از همه سبب میدم توپ خورد از یک طرف حرکت کودک به فکرم می سر برآورده ایستاده است. خوش شفا دهد. تشکر زیاد. شناسنامه رانندگیتان را دهید. البته نگیره همش در اینجاست. این پدر کودک است. بله. خوب مایلش. با شما روی سفید. تشکر زیاد. مایلش. سلامت باشید. براری کنید. با شما روزای خوش. با شما هم روزی خوش. خدا حافظ. مایلش. تمام تشکر زیاد. خبر خوش. در شوبه ها در بیمارخانه ها آید به لیوند یگان قید نیست. شکر خدا. شکر خدا. پس لیوین در کجاست؟ ایها کاری تو چی؟ چرا تو گیریه میکنی ها؟ من خیلی با احساسم در حال گریه میکنم. تو در حال گریه میکنی؟ ما هم با فکرم از درون میسوزیم. یا خدای توبه اکای اونال با سرم یک چیز اومد. چی بوده است؟ یعنی انیق نیست اما در ناگهان قایز بدن لیوین کنعانی دیوانه همراه بوده میتواند. کنعانی دیوانه؟ بله. خوب پس نباشد یک کنعان را زیارت کنیم بینیم یکون چیز میداند. یک لحظه. الو من برآمده ایستادم تا برگشتنم اون رسم را آماده کرده در روی میزم گذارد. فهمیده؟ خب مایلش. خیر رفتیم. من هم میروم. تو با کجا میروی؟ یعنی ما از تو خلاصی نداریم؟ لیوین در کجاست؟ من هم میروم. تو نمیروی فهمیدی؟ نمیروی. من هم میروم. نمیشود. یگان تا شما نمیروید. ما هم رفتم میخوایم. خواهش میکنم. شما به خونه روید. من به شما خبر میدیم. اوف خیر مایلش. سعید جون مرا گوش کن. این دویت رو زود گرفته به خونتون بلکه دیگه خودم رو داشته نمیتونم. سیگم کارش میکنم. خدای توبه. رفتیم زود باشه. وای خدایا شفقت. انا ها اپای جمیله. آپات قربونت شدم. بیوه تو در اینجا چی میکنی؟ کالتاکیلوس در کجاست؟ کالتاکیلوس بکنم سروخی در اومد. کالتاکیلوس رو دوست میداری نماش رو در این کوچه نگیر. شفقت هیچ شیگر نشده ای. اپا بیا در یگان جا نشسته یگان چی بخیر. بیا در یگان جا شینیم. خانم زهرا در همینجا مان کنید. حالا کمتر پول لازم میشود. مایلش. خانم زهرا این بسنده نیست. اینقدر میرسد. خوب مایلش. شما مرا در همینجا انتظار شوید. مایلش. خوشبی زنگ زدگی رو حلیش کرد. اپای جمیله کنی گب زن تو ما رو از کجا افتی؟ از سپوتنیک در کجا بودنتون را کفته یافتم. انا همین خیل شفقت. از سپوتنیک چی خیلی ما رو افتی؟ به محله پیشینت رفتم. از سمبوسه فروشه که کار میکردی از او پرسیدم. او گفت اکای حمزه سراغ ما رو با تو گفت. او پا دیگه کار نداره ده؟ به خدا که گفتم که اگر داند همون شفقتی خودمون جای کالتاکیلوس رو میداند. اپا برای چی کالتاکیلوس رو میکرد؟ باز یکم پرابلم شد؟ نپرس پسرم. یک حریف در مرکز دلخوشی کمتر غم داد. آنجا را به سرش بلا کردم.
چی میکردم دیگه؟ اپا جان در همین شهر کلان یگان دیسکوتک نموند که در آنجا پرابلم نکرده باشی. خیر چیکار کنم؟ یعنی اون حریفا با ناموسم پول به دست آوردنم را اجازت ندیدن. مگر گناهی من است چیکار کنم؟ نه از این پس تمام شد. من قرارم را دادم، گفتم آخر برادری مانندی کلتکلاس دارم، تا کار یافتن مرا نگاه بین میکنه. چی تو رو نگاه میکنه؟ های چی نگو، یک مدت مرا نگاه بین میکنه، تمام همین قدر. خدایا توبه. اپا این ناممکن است، در یگان چی راست نمیآید؟ یا خدایا توبه چرا کی؟ اپا این کلتکلاس دیگر کلتکلاس تو میگفتگی نیست. تو چی گفتنی؟ کارها کمتر آمیخته شدن، دیگر رنگ پیشتر نیست، حالتها دیگر شدن. آی شفقت مرا مسخره نکن، من تو را کم نگاه بین کردم. با یاد نداری؟ مانند سگ گرسنه در پسی درم می ایستادی، خودم نخوردم تو را خوراندم، حیف بر تو. ای تمام اپا جان تمام. امشب من تو رو در حجره خودم مهمانداری میکنم، بعد برای تو یگان جای خوب میارم. اکنون فهمیدی برادر گوش کن، در شب حادثه من در نزد طرفخانه نشسته بودم میگویی از طرفخانه مردی دست بسته و یک زن برآمدن، بعد از این گریخته رفتن میگویی آدم دست بسته بود، اما با این دقت بدی میلش زن باشد قد بلند موی زرد زنی فربه بود گفته بیانات میدی. مرا فهمیدی؟ آدم زنده شو بینم میفهمم که مرا میدونی این کمک رو به همه میکنم اما به غیر از تو. گیر تمام کن. احتیاط کن. تا بازدید. چی شد؟ تمام حل کردیم گویم می شود. به کار می آید؟ می آید شما خواطر نشوید چون این کار رو هم حل کردیم. اکنون باید ما مسجد رو. نمی روید. چی خیر؟ مرا تنها می گذارید؟ یکی رسم من که ها برآمده باشد پلیس دستگیر کرده دستانم رو بسته برد؟ از برای خدا دیگر واهمه نکنید خانم، لطفاً با من باور کنید. چون به سهل این چیزی گفته نمیتوانم، یگانه شخصی که دردم رو گفته میتوانم تو هستی. نمی روید. خدا توبه آشکارا نمیگذارد که من به مسجد روم.